3 ماه آزاد بودم. توی 3 ماه 3 بار تلگراف دادم برای سباقیان، یه بارم تلگراف دادم برای حبیب بازیار که صورت تلگراف ها پلو بازماندگاه است، ولی جوابی نشد. تلگراف سوم از بندر عباس دادم برای سباقیان. بالاخره 3 ماه گذشت، جوابی هم نشنیدم اینا. باز اومدم اصفهان بعد از اون تلگراف سومی که دادم از بندر عباس. اومدم اصفهان، خانوادم بیبیم اینا ناراحت بودن به خاطر او چیزایی که داخل مجله و روزنامه ها اینا می نوشت. ما ناراحت اونها که دیدم رفتم همون اصفهان. برخورد دوم رفتم سراغ طاهری و اینا، اینجا بود. رفتم آدرس آقای طاهری یه روحانی در اصفهان، آدرسشو پیدا کردم. حسین آباد، آقای طاهری حسین آباد منزلش، حجت الاسلام و آیت الله طاهری. رفتم اونجا که نبود خونش، او اهالی اطراف گفتن که بیماره، داخل بیمارستان بستریه. ما هیچ برخوردی نداشتم، تنها یه بار برای سخنرانی که داشت خواستم برام، یه بارم به خاطر معرفی بعد از 3 ماه آزادی که هر دوبارش هم ندیدمش. بعد دوباره آدرس خونه آیت الله خادمی پیدا کردم، خیابون پهلوی سابق، آدرسش هم داخل جیبم. رفتم دم خونهش که نگذاشتم برام پلو خودش. او پاسداری که در خونهش بود گفت که باید بری دفترش به نمایندهش مراجعه کنی، هر کاری داره. من اصرار کردم اینا، بالاخره اون نمیگذاشت، اما مجبور شدم خودم بهش معرفی کردم. او صورت تلگراف ها و نامه ها و اینا حساب نشونش دادم که ما متهم سینما رکس هم و میخوام باش صحبت بکنم. بعد یارو پاسداره گفت وایسا تا بیام. رفت داخل خونه آقای آیت الله خادمی. یه 2-3 دقیقه بعدش با پسر خادمی اومدن دم در. پسر خادمی گفت که جریان چیه؟ گفتم که ما متهم سینما رکس هم که عکسم هم داخل مجله چاپ شده. خلاصا خودم بهش معرفی کردم و بهش گفتم که رفتم پلو سباقیان و از آبادان فرستادم پلو سباقیان تهران، کاخ نخست وزیری. سباقیان گفته برو تا هزارت کنیم، ولی الان 3 ماه از اون تاریخ میگذره، هیچ خبری نشد. چند بارم تلگراف زدم، اینم صورتای تلگراف. او گفت وایسا تا ببینم آقا چی میگه. رفت پلو پدرش آیت الله خادمی. ما یه نیم ساعتی هم دم در بودم، حدود نیم ساعت. بعد اومد و گفت که آقا میگه ما کاری نمیتونیم بکنیم، یا برو آبادان یا همون منتظر باش که هر رادیو تلویزیون به خانه رسه. برخوردی هم با چیز نداشتم، با خود خادمی من برخوردی نداشتم. بالاخره برگشتم رفتم دوباره خونه بیبیم. فرداش رفتم قوم خودم معرفی کنم.
رفتم قم، حدود ظهر بود که رسیدم قم. صبح زود از اصفهان حرکت کردم با اتوبوس. حدوداً ظهر بود که رسیدم قم. اونجا رفتم که برم پلو خود امام که پاسدارا مانع شدن نگذاشتن، گفتن بعد کاری داری بودی دفترش. بعد اون روزم هیئت دولت بازرگان اومده بود دیدار امام ملاقات کنم باید که من اونجا ایستادم که به حساب موقع برگشتن اینا ببینم سباقیانه میبینم جلوشو بگیرم و بچسبم بهش بالاخره که نتونستم ببینمش. بعد رفتم دم وقتی او هیئت دولت رفتم دم چه دفتر امام. اونجا پاسدارا گفت که باید نامه بنویسی. یه نامه نوشته بودم قبلا که تو دست شما هم هست یه نسخش که رد کردم. این بار دیگه از زیر جرم فرار کردم، گفتم که ما این کار نکردم و شکنجه و فلان و اینا من مجبور کردن که بگم ما این کار کردم. بعد ما به این عنوان که به حساب یه الان نامه میبره جوابشو برام میاره، یه نسخه به حساب همون پاک نویس نامه دادم به همون پاسدار دمده رو. و رفت موقعی که برگشت گفتم چی شد کار؟ گفت چی؟ گفتم همون نامه‌ای که بردی. گفت که برو شهرت بعداً جوابشو برات میفرستم. گفتم آقا ما کار دارم فلان اینا. بالاخره گفت نامه هم دیگه پیدا نمیشه، رفت داخل 20,000 تا نامه. اونجا من گذاشتم برام داخل. هر روحانی که میمد بیرون جلوش میگرفتم خودم بهش معرفی میکردم. اونا میگفتن که به ما مربوط نمیشه و مراجعه کنی به مسئولین. حتی یکی از روحانیون هم جوانی بود 200 من پول به ما داد. بهش گفتم که بابا ما علافم، هر روزم هی شایعه ها تو روزنامه ها مجله ها علیه ما بیشتر میشه فلان اینا، یه کاری برای ما بکنیم. من میتونم از خانواده‌ام خبری دارم، هر روز آواره شهر و شهرم که اونم دست کرد 200 من نهاد کف دست ما، گفت که فعلا با ای بگذرون. بچ چند قدم وقت برمون نگاه کردم دیدم پوله، رفتم سراغش گفتم آقا من با پول احتیاجی ندارم، از ما فقیرترم هست. بالاخره پول نگرفت رفتش. من هم ازم خراب بود. 50 تومنش برداشتم، 150 تومنش هم یه پیرمرد اونجا بود نقدم داخل جیبه. یه پیرمرد اومده بود برای کمک مالی، نقدمش داخل جیبه بود بدون که خودش بفهمه. بعد بالاخره آقای داوردوست جلوشی گرفتم. حدود ساعت 2 و 3 اینا بود، 2 و 3 بعد از ظهر. اینجا جلو آقای داوردوست گرفتم، خودم بهش معرفی کردم. دیگه یه دفعه اعصابم خرد شده بود، سر صدا کردم حتی که یه عده‌ای هم متوجه شدن. گفتم اگر نمیخوایم به ما رسیدگی کنیم، نمیخوایم به کارم رسیدگی کنیم، ما آواره هم جایی برای خواب ندارم، داخل کوچه ها میخوابم، منو بفرستین زندان یا که به این پاسدار دم در بگیم که یه گوله خرجمو بکنه منو راحت بکنه. بعد آقای داوردوست روی یک کاغذی نوشت که حساب ساعت 5 یا 5 بالاخره بیا اینجا به پاسدار دم در بگو که با آقای داوردوست ملاقات دارم. آقای داوردوست حساب نماینده
دفتر امام بود. ما رفتم داخل خود قوم تاب خوردم و اینا تا بالاخره ساعت 5 5:30 بود. اومدم اونجا و پاسدار دم در گفتم و تا بالاخره رفتم پلو چیز گاوردوس ساعت 6 اینا بود. رفتم اونجا همون شکل‌نویس همون نامه‌ای که داخلش انکار کرده بودم که همون پلو خدا شما هست او با تعریف هم شده بود توسط بعضی‌ها. مثلا ما جایش گفته بودم که در رژیم پیشین حساب مامورین سعی داشتن که ما بگم که روحانیون معترف روحانیونی کار کردم اینطوری خوندنش داخل شهر که چی؟ حسین گفته ما از طرف روحانیون و به خاطری که آبادان خلوت بود این کار کردم. بعد نامه بهش دادم، نامه شریف کردم جریانی که سباقیان 3 ماه پیش از داخل اون هم نوشته بودم، باز هم زبانی هم باش تشریح کردم. بعد گفت سرجا میگه تو دیوونه ای میخوای بری آبادان، خب میری اونجا تو میکشن تو فلان و اینا، حالا برای خودت بگرد. این حرفایی که آقای داوردوست درد ما دارم برای شما میزنم، حالا برای خودت برو بگرد تا وقتی خودشون از چیز خواستند از رادیو تلویزیون اعلام کردن میری خودت معرفی میکنی به کارت رسیدگی میکنن دیگه. من گفتم باشه اون برام آبادان بکشنم بهتره اینه تا توی بخوام الله باشه ما اینا نه جایی میتونم کار بکنم نه از خانواده‌ام اطلاعی دارم. اسم کار که آوردم یه روحانی جوانی اونجا نشسته بود در جواب نامه‌ای میداد. گفتم خیلی کار بکنی؟ گفتم ولی جایی بهم کار نمیدن به خاطر همین چاپ شدن عکسم داخل مجله و ایتام. آدرس من داد که بعد آدرس هم پلو خودتون هست که همون داخل قوم برام پلو شخصی به نام قاسم، درست اسمش خاطرم نیست، همون داخل او چیزه نوشته داخل یک گاراژی نقاشی اتومبیل، برام اونجا به اسم مشغول کار بشم. اون بهانه آوردم گفتم که جا خواب ندارم. گفت که جا خوابت هم همونجا خودش داخل دکون درست میکنه داخل مغازش. بالاخره آقای داوردوست هم زیر نامه هم نوشت که با آبادان نزد روحانی مبارز و مجاهد و متعهد حجت الاسلام و المسلمین آقای جمی برو و مطمئن باش اگر بیگناه باشی یا دست از دخونی کسی آلوده نباشه یه طور چیزی آزاد خواهی شد. اینطور چیزی نوشته بود. بعد ما هم آدرس کار گرفتم، محل کار، هم او معرفی نامه‌ای که به حساب برو آبادان. اومدم آبادان، البته اومدم اصفهان، یا 200 تومن اونجا 150 تا 200 تومن اونجا از اقوامم گرفتم قرض کردم و برای کرایه را اومدم آبادان. موقعی که اومدم آبادان باز با اتوبوس میهن تور که گاراژش هم دم خونمون داخل لین 1 با اومدم، ولی تو خیابون شهرداری دم پمپ بنزین که ایستاد بنزین بزنم و اونجا پیاده شدم که یواش یواش همینطور اومدم تا خونه. صبح بود. از موقعی که رسیدم داخل کوچه دیگه اهل محل اومده بودن بیرون برای ناشتایی گرفتن و سر کار رفتن و فلان اینا. که اونجا هم با اهل محل سلام علیک کردم اینا، رفتم خونه مادرم.
هر جایی به نظرتون میرسه میشه جزئیات رو حذف کنید، اون جزئیاتش رو که خصوصیاتون رو حذف کنید، اصل مطلب. نه منظور اینه که اعلام شد فرار حسین در حال فرار به دبی دستگیر شد. میخوام بگم که چه اهل محله هم حتی ما باشون سلام علیک کردم، ما فراری نبودم. شما نتیجه میخواد بگیرید این است که به هر حال خودتون رو معرفی کردید. بله. این هست. بله. در همین جا بگذارید که این سوال مطرح بشه، چون برای مردم، برای دادگاه، برای ملت ایران کند و کاو کردن و پرسش در مورد اصل مسئله مهم هست. البته این که سوال میکنم غیر مستقیم به اصل مسئله مربوط میشه. میدونید که در اون رژیم فسادی بود که دامن خیلی ها رو گرفته بود. متاسفانه شما از کسانی بودید که به نحو بارزی گرفتار شده بودید. شما همونطور که گفتید معتاد به هروئین بودید و هروئین میفروختید. هروئین نمیفروختم، حشیش میفروختم. حشیش میفروختید. از شما سوال میشه در مورد مشروب خواری، شما نمیگید که هر وقت گیرم میامد. از شما سوال شده در این تحقیقات که چه نوع مشروبی مصرف میکردید، صریحا جواب میدید بالزام. و از شما سوال میشه که چند وقت یک بار میخوردید، میگید که هفته‌ای چند بار. و سوال میشه که چقدر میخوردید، جواب میدید که هر بار یک چتول میخوردم. و در مورد مسائل دینی از شما سوال میشه، در مورد قرآن که دیروز هم مطرح شد، شما گفتید که در مورد قرآن آشنایی زیادی نداشتم، فقط زیر و زبر رو داشتم یاد میگرفتم. در مورد کتاب‌های مذهبی سوال میشه و شما میگید حتی خوندن کتاب‌های مرحوم دکتر شریعتی برام سنگین بود و با کتاب آشنایی نداشتید. در مورد نماز سوال میشه و از شما میخوان که بگید قنوت چی هست، میگید من قنوت رو بلد نیستم. شما الان که فکر میکنید چه عواملی و چه افرادی باعث شده بودند که شما به این فساد بیفتید و چه کسانی رو شما مقصر میدونید؟ ما خانواده مقصر میدونم، بلحبسی پدرم مقصر میدونم که بعد از اجرای حکم و وقتی حکم صدور شد، اگر دوست داشتین تمام زندگی من از اول تا آخر براتون تعریف میکنم. وقتی حکم صادر شد براتون تعریف میکنم. حالا این مسئله نیست، بعد اگر خواستن براشون تعریف میکنم زندگی من. اون روزم از اون برنامه‌ای که پیش اومد عظمتون معذرت میخوام. بعد من بالاخره رفتم خونه مادرم که به حساب او معرفی نامه و اینا بهش بدم، صورت تلگراف و فلان اینا، که بره کمیته 48 بهشون اطلاع بده که حسین مجددا دوباره اومده برای معرفی، که فرستادنش تهران. مادرم داشت به حساب نظافت خونه و تهیه غذا و فلان اینا برمی رفت که چند تا از خود خانواده ها پاسدارم باشون بودن نخیر چند تا خانواده ها بود که اونا اومدن داخل خونه و ما هم او معرفی نامه و اینا بهشون دادم، باشون رفتم بازنم و یارو قبل از اینکه ببرم کمیته 48 یارو مال گاردیان، خانه گاردیان کجا طرف انبار قلعه. بازنم اونجا به 2 ساعت اونجا بودیم، کسی هم حرف نزد، فقط یکی از بازماندگان بود که ما باش گفتم نه ما این کار نکردم فلان اینا. بعد بردنم همون کمیته 48 بودم کمیته 48 تقریبا 1 ساعت اونجا بودیم که با رشیدی هم برخورد کردم. رشیدی هم یه مقدار سوال کرد، گفت که کجا بودی تو؟ دیدم جنایت کردی و بالاخره من سواکی معرفی کرد و فراری. بهش گفتم ما سواکی هم، ما فراری بودم، یه ما نمیدم دم خونه به خودتو معرفی کردم که یکی آدم و دانشجوهایی هم که قبلا گفتم باشم آشنا شدم مال دانشکده نفت بود اونجا بود. و موقعی که ما گفتم حساب مکاری نکردم با شکنجه و اینا منو مجبور کردن یه اتهام قبول کنم، اونو معرفی کرد. اون شاگردشه همون دانشجویی که اونجا بود گفت که این شاگرد منه
میدونم یه بار گرفتنش سواک گرفته، شقه شکنجهش داد و فلان اینا، حاضر نشد حرفی بزنه. تو اگر کاری نکردی چرا یه اتهام گردن گرفتی؟ گفتم خب ما مقاومت دانشجویی تنه نداشتیم. بعد نخوره نیم ساعت اونجا بودیم. بعدش هم بردنم همون دادگاه انقلاب میمانسرا. تو میمانسرا چند روزی بودیم که چیزم اومد، یه بار اومد برای بازجویی سباقیان بازپرس با چند تا خانواده آمده بود، سوالاتی کرد و اینا جوابش دادم اونجا هست. باز یه بار دیگه اومده بود، راش نداده بودن به خاطر که چند تا از بازماندگاه آورده بود. بعد از اونجا منجام دوباره عوض کردن، بردنم دشبان. اونجا داخل انفرادی بودم، خالی انفرادی های من دشبان ما سواک هستنش. اونجا بودم چند روزی هم اونجا بودم که باز جامعه عوض کردم. یه بار صبح بود، طور که شنیدم است که شب قبلش اونجا تیراندازی شده بود و فلان اینا حمله کرده بودن. همون موقع درگیری های خرمشهر گفتن به خاطر این مثلا میخوایم جاش عوض بکنیم. بعد اون جامعه دوباره تغییر دادن، از صبح ساعت 8 تا ساعت 8 شب، یعنی 12 ساعت هم تا ایمونه کار دادن. چش بسته و دست بسته و یه مسخره بازی. اون موقعی که تو معرفی کردم دفعه اول تحویلم نمیگرفتن، میترسوندنم از خشم مردم. این دفعه اومده بودن رفته بودن و پدر خانده من گرفته بودم، خواهد تو راش دادی داخل خونه. بعدم از رادیو تلویزیون آقای زرگر دبیر کل حزب رستاخیز اعلام کرده بود که حسین تکه علیزاده قاتل تین مارکس در حال فرار به دبی دستگیر شد. بالاخره اون روز که از لجبان خواستن جامعه عوض کنن، از ساعت 8 صبح هم تا 8 شب اتابا میدادن که بردنم هم با چشم بسته و دست بسته بردنم خرمشهر، حساب داخل چیز و یارو پایگاه دریایی خرمشهر. رفتم اونجا پیاده‌مون کردن، ما که بردن اون داخل. یکی دیگه هم بام بود که داخل درگیری خرمشهر دستگیر شده بود. دوتاییمون سوار یه هلیکوپتر کردن. ما هنوز چند لحظه بیشتر نبود که نشسته بودم که باز دوباره پیاده‌ام کردن، گفتن اینو بیارینش. حالا میدونم خواستن دوباره باز ببرن اون کجا. باز پیاده‌ام کردن از هلیکوپتر، گفتن اینو بیارینش. که دیگه باز دوباره همینطور آوردن اونو برای 4 ساعت تحویل زندان شهربانی لین ده دادن. دیگه تا همه اواخر داخل زندان شهربانی بود. چیزایی که داخل زندان شهربانی برام اتفاق افتاد، چند روزی بود، حدوداً 1 ماه فلان. تا اینجا مطالب رو گفتید، هنوز مانده بازم میگید ابن نداره، وقتم زیاد دارم. تا اینکه مطالب برای ما روشن بشه، سوالاتی میشه که ما روشن‌تر جواب بدیم. یکی این که شما گفتید که عکس مرا داده بودن به روزنامه ها. کی عکس شما را داده بود به مجلات یا به روزنامه ها؟ نمیدونم. هر کی داده بود عکس قدیمی هم داده بود، بالاخره مشخص نبود که من، در صورتی که عکس جدید هم داخل شهربانی از ما گرفته بودن اون موقع که دستگیرم کردن. شما گفتید که من رفتم خودم را معرفی کردم. بله. آیا شما را خواسته بودن
احضار کرده بودن؟ نه عکس داخل مجله چاپ شده بود، خودمون بودم. نوشته بود که قاتل فراری هر کی اون ما عکسش چاپ می‌کنیم تا هر کی اون دستگیر کرد معرفی کنه. به کجا معرفی کنه نوشته بود؟ گفته بود به کجا معرفی کنه. گفته بود هر کی اون دستگیر کرد به مقامات به حساب معرفی کنه. روزنامه نوشته بود؟ آره مجله جوانان هم میتونین گیرش بیارین. از قول کی نوشته بود؟ از قول خودش. قول خودش که مجله اینو نمی‌نویسه که. نوشته بود که ما عکس قاتل فراری را چاپ کردیم تا هر کس او را دستگیر نماید و معرفیش کنه، تحویلش بده. این آدم لابد یه شخص مسئولی بوده که اینو داده مجلات چاپ کردن. دیگه سوال کنیم از مجله جوانان ببینیم، مجله جوانان ببینیم که عکسش شما نخوندید کی بوده؟ از طرف دادستانی بوده، دادگاه بوده، چی بوده، دادگستری بوده؟ نه. خب بعد که اون نوشت شما چطور رفتید تهران و قم و اصفهان و اونجاها؟ قبل از اینکه بنویسه خودم رفتم تهران که معرفی کنم. بعد از اون میدونم همین سوال میکنم، میگم چرا از اینجا من فرستادم. بله؟ از اینجا از آبادان من فرستادم. از آبادان فرستادن تهران که چه کنم؟ فرستادم پرویز ابابیان.